چرا آدمان گم میشوند؟ این اعمالی زیشتро کی باید دنبالاگیر باشد؟ بозорова Сабоҳат Ихтиёрова نیز از آن نفرانست که گمشوдаасту пайвандонаш او را میجویند. تایی 40 روز باز او را میجویند و نمییابند. آخر این چی روزست؟ سابوحات زاده ноҳияи Шаҳритӯси вилояти Хатлон، دانشجوی سال اولی دانشگاه شهری خاروغ می باشد. وی صحنه 16 ایون از خانه اجارویش برآمده دیگر برنگشته است. بنابراین از همه شهروندان کشور خواهش داریم که اگر او را دیده باشند به تلفن های 936 00 31 25 935 92 73 35 111 18 41 77 خبر دهند. چرا می دزدند و تجاوز می کنند و می کشند و ما در قبیل این همه خاموشی را پیشه کرده ایم؟ چرا؟ ای مردم به خود آید، فرزندان خود را به نظارت نمانید. چیزی دیگری که باعث نگرانی است این بی‌پروایی ما و شماست. چون یک حادثه زشت و ننگین را می بینیم از آن چشم می پوشیم و خود را به طرف گرفته سد راهی آن عملی نامطلوب نمیگردیم. همزمان از مقامات حفظی حقوق و خصوصا از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرسیدنیم که چرا چنین حادثه های غیب زدن کودکان و نورسان روز تا روز اوج گرفته مردم را به سرانجام می کند؟ چرا این مقام بر ضد چنین عملهای زشت و ننگین ستاد فوری جستجویی را راه اندازی نمی نماید که پیش روی چنین جنایت ها گرفته شوند؟